نمسته. من مهتاب هستم، همراه شما به کلاس یوگای خودتون. خیلی خوش اومدید. هم بگیرید، دستاتون رو از دو طرف بکشید ببرید بالا. خوب بکشید دستا رو و بعد بازدم کنید به آرومی. دستا رو از خودتون دور کنید و روی زمین نوک انگشتای دستتون رو تماس بدید. گوش چپ رو ببرید نزدیک بکنید به شونه چپ بدون اینکه شونه بالا بیاد. حالا به آرومی سرتون رو کمی ببرید پایین، ببرید بالا. یک کشش خیلی ملایمی رو روی گردنتون ایجاد کنید. حرکت ملایم سر به سمت پایین و بالا. توجه کنید به کشش. کمی دامنه حرکتتون رو بیشتر کنید، کشش رو احساس کنید و بعد وسط نگه دارید. یعنی گوش به شانه نزدیکه ولی دیگه سر به سمت عقب یا جلو تمایل نداره. حالا دست راست رو بذارید رو شونه راست. شونه‌تون رو یکم بکشید به سمت پایین. وزن دست رو به شونه‌تون اضافه کنید، شونه رو بکشید پایین. و بعد دست چپ رو بیارید بذارید بالای گوش. وزن دستتون رو هم به سرتون اضافه کنید. کشش رو روی گردن احساس کنید. سر رو با کمک دست نکشید. فقط دست رو قرار بدید روی سر. نفس. خوبه، دستا رو برگردونید. یه چرخش به شونه ها بدید و دستا رو دوباره دور کنید. بریم برای سمت گوش راست به شونه راست نزدیک میشه و بعد سر رو به نرمی حرکت. کشش بسیار ملایم. توجه کنید که همیشه حرکاتی که با گردن انجام میدید با احتیاط باشه. نرم و ملایم حرکت کنید. کشش رو احساس کنید. کجا بیشتر وقتی سر رو حرکت میدین تاثیر کشش حس میشه. تنفس ها جاری هست و از بینی دم و بازدم میکنید. خب کشش رو تکمیل کنید به سمت بالا و پایین و بعد در وسط بمونید. گوش راست به شونه راست نزدیک، دست چپ میاد روی شونه و شونه رو میکشه به سمت پایین. دست راست میاد کنار گوش چپ و کشش رو از پهلو روی گردن حس میکنید. خیلی عالیه. به آرومی برمیگردیم. شونه ها رو چرخش میدیم.
و رها کنید. خیلی خوب. یه بار چونه رو بیار پایین به سمت گردن، سر رو ببر بالا و عقب و بیا نگاه رو به سمت روبرو حفظ کن. دستا رو بذارید سر شونه هاتون. آرنجا رو از جلو به هم نزدیک کنید و شروع کنید به چرخوندن آرنجا. برعکس. خوبه. آرنجا رو از هم باز کنید. دستا رو از دو طرف باز کنید. بکشید دستاتون رو. بکشید. نگاه کنید که در راستای شونه باشه. بکشید. کف دست رو هل بدید به سمت بیرون. نگه دارید. فشار میدیم انگار دستامون رو به یک دیوار فرضی. خوبه. نوک انگشتا رو به دو طرف اشاره بدید و بکشید. شروع کنید به آرومی دایره زدن. برعکس. بکشید و بعد رها کنید. جریان خون رو توی شونه ها و دستاتون احساس کنید. بعد به نفس توجه کنید. موقع استراحت به نحوه نفس کشیدنتون آگاه بشید که بعد از هر تمرین تغییری میکنه یا نه. خیلی خوب. حالا دستا رو میکشیم. کف دستا به سمت جلو. یه کمی سینه رو هل میدیم جلو. پشت دستا رو میبریم عقب. انگار میخوایم از پشت دستا رو به هم برسونیم. و بعد اینجا یه دم کامل میگیریم با بازدم. دست میذاریم روی شونه. آرنجا رو قرار میدیم روی هم. یه کمی پشتتون رو گرد کنید و خودتون رو بغل کنید. بین کتفاتون رو بکشید. دم، سینه باز، بازدم. خودتون رو در آغوش بگیرین. آرنجا روی هم. دم، بازدم. ادامه بدین. توجه کنید به این موضوع که ببینید میتونید هر بار جای دستا رو عوض کنید. اون آرنجی که میاد رو عوض بشه هر بار. خوبه. یه بار دیگه دستا رو باز کنید و بعد بذارید روی پاهاتون. استراحت کنید. خیلی خوب. حالا میخوام که اگر پاهاتون خسته شده بکشید پاها رو به سمت جلو. کمی فاصله بدین بین پاها. پاشنه پا رو به زمین فشار بدین. شروع کنید با زانوهاتون دایره زدن. و بعد برعکس. چند بار این کار رو انجام بدین. و بعد دوباره برگردین به نشست. و ترجیحاً این بار جای پا رو عوض کنید. اون پایی که دفعه قبل به لگنتون نزدیک بود حالا دورتر باشه. دستا رو بذارید روی زانوها. دم بگیرید. سینه رو هل بدید جلو.
بازدم کنید، پشتتون رو گرد کنید. این رو چند بار تکرار میکنیم، به ستون مهره هامون توجه میکنیم. نکته‌ای که اینجا خوب کم کم حسش کنید و تجربه کنید اینه که یک چرخشی از این محور انجام داره میشه. موقع دم که سینه باز میشه لگن کمی چرخش داره، دنبالچه به سمت بیرون میاد و موقع بازدم برمیگرده. یعنی این حرکت توی لگن رو هم اگه میتونید ایجاد کنید. اگه تمرین کننده جدید هستید ایجاد این تیلت یا چرخش توی لگن براتون شاید آسون نباشه، ولی به تدریج که تسلطتون رو بعدم بیشتر میشه میتونید این رو هم ایجاد کنید. خب وسط قرار بگیرید. در ادامه میخوایم که یه وسیله ای رو، الان من اینجا از آجر استفاده میکنم، از بالا ببریم پشتمون و با دست دیگه‌مون بگیریم. همونطور که نشستید. اگه آجر دارین یا هر وسیله دیگه‌ای که بتونید تو دستتون نگه دارین و سنگین هم نباشه میبرید، میدید به دست دیگه، اون میگیره و دوباره جای دست رو عوض میکنید. چند بار اینو تکرار کنید. آروم انجام بدین، با تمرکز، با کنترل. تنفس، توجه و حضور. دور آخر رو انجام میدیم با هر دو دست و بعد رها میکنیم، استراحت میکنیم. پاها رو بکشید جلو. در این فرم استراحت کنید. کمی زانوهاتون رو خم کنید، دستتون رو ببرید زیر زانوهاتون و خودتون رو بغل کنید. حالا هر چقدر میتونید زانو رو صاف میکنید، ولی اگه صافم نمیشه همون جایی که هست خوبه. خودتون رو بغل میکنید، مثلا اینجایی. خیلی هم خوبه. سر رو زیاد پایین نبرید. تا جایی که میشه زانوها رو صاف کنید، خودتون رو بغل کنید از پشت زانو. خوب. برگردید بالا. یکی از پاها رو از زیر پای دیگه رد میکنیم. پای دیگر رو میاریم روش. مچ پا روی زانو هست. این زانو هم روی مچ پا. توجه کنید ببینید که ساق پاهاتون دقیقا روی هم قرار گرفته باشه. خب توی این وضعیت نشستیم. پشت رو صاف میکنیم. دست رو بذارید روی پا که وزن دست کمک بکنه که پاها به هم نزدیکتر بشه. اگر این زانو خیلی بالا میمونه میتونید از آجرتون استفاده کنید، بذارید زیر ران که به عنوان یک ساپورت حس بهتری به شما بده. خب توجه کنید که کدوم پا رو هست. دستش رو میکشید میبرید بالا، میپیچید به سمت پشت، دستتون رو میذارید پشتتون و دست مخالف رو میذارید روی زانو و کامل میپیچید. نفس، کشش، نفس، کشش. ادامه بدید. نفس،
کشش، برگردیم، کم کم خم میشیم به سمت جلو، دستا رو قلاب میکنیم و ساعد رو میذاریم روی پا. نفس میمونیم. خب بدنتون رو مشاهده کنید، ببینید توی این فرم که قرار گرفتید کدوم قسمت داره کشیده میشه و این کشش در شما چه واکنشی داره ایجاد میکنه. دوست دارید سریع از وضعیت خارج بشید یا خوشاینده و دوست دارید بیشتر بمونید؟ بهش توجه کنید. به احساسهایی که ایجاد میشه موقع انجام تمرینات توجه کنید. توجه کردن به این احساساتی که میان و میرن کمک میکنه به مشاهده گری شما. اینکه ما احساسایی که ایجاد میشه رو میبینیم، بهش واکنشی نشون نمیدیم. فقط تمرینمون رو داریم انجام میدیم، این احساسات رو و افکاری که ممکنه بیاد همراهش و احساسات رو مشاهده میکنیم ولی واکنشی بهش نشون نمیدیم. کشش رو یکم بیشتر کنید و بعد برگردید. پا رو جلو آزاد میکنیم. دوباره خودمون رو بغل میکنیم. برمیگردیم و تمرین رو سمت دیگه انجام میدیم. خب اون پایی که رو بود این بار میدیم بره زیر. ساق پاها روی هم و نشست همراه تنفس آگاهانه. آماده میشیم برای پیچش. دست موافق میره پشت، دست مخالف میاد روی زانو. ستون مهره ها عمود و نگاه به سمت عقب، به سمت دیوار عقب. هر چقدر میتونید بپیچید. برمیگردیم، خم میشیم به سمت جلو. خب دوباره تاثیر کشش در اون نقاطی که داره بیشتر احساس میشه رو پیدا کنید و ببینید همراه خودش این کشش چه افکاری رو میاره، چه احساساتی رو میاره و مشاهده کنید. کشش
توجه رو نگه دارید روی بدن. میتونید ادامه بدید. یک نفس دیگه. کشش رو کمی بیشتر میکنیم و بعد برمیگردیم. پاها رو آزاد کنید. بکشید جلو. خودتون رو در آغوش بگیرید. و بعد برید به وضعیت دو زانو، نشسته دو زانو. زانوها رو از هم باز و دور کنید. دستا رو روی زمین سر بدین و سعی کنید سینه‌تون رو برسونید به زمین. دستا رو بکشید جلو، سینه رو بذارید زمین. اگر تونستید چونتون هم بذارید روی زمین. اگه بهتون فشار میاد، پیشونی رو بذارید روی زمین. اگر در زیر دست‌ها احساس کشش کم هست، برید رو پنجه دست‌ها. دست رو بکشید جلو، با انگشت قدم بزنید جلو و رو پنجه دست‌ها بمونید. یکم بیشتر خودتون رو بکشید. سینه رو بذارید زمین اگه شد. چونه رو بذارید زمین. دستا رو دور کنید از خودتون. و بعد برگردید بالا. پاها رو به هم نزدیک کنید. دستا رو بکشید جلو و پنجه پا رو بذارید روی زمین. دم میگیریم با بازدم. زانوها رو جدا میکنیم. سینه رو نزدیک میکنیم به زانوها. لگن رو میکشیم بالا و عقب. اگه شد پاشنه پاها رو به زمین میرسونیم. اگه نمیشه زانوها رو خم نگه میداریم و سعی میکنیم دائما شکممون رو به رونمون نزدیکتر کنیم. بکشید. تنفس. بمونید. خیلی عالی. حالا با پاها قدم بزنید. بیاید وسط متتون. پاها رو یکم از هم باز کنید. با دستا بیاید سمت پاها. زانوها رو خم بکنید و بشینید در وضعیت چنباتمه یا اسکوات یوگایی یا مالاسانا. مالاسانا اسم این وضعیت هست. اگر آجر یوگا دارید یا هر وسیله‌ای که این کار رو بتونه براتون بکنه، بذارید زیر لگنتون و امروز به این شیوه تمرین می‌کنید. بشینید روی آجر. زانوها رو از هم دور کنید. دستا رو بذارید روی هم و در این حالت کشش رو داخل رانها تجربه کنید. مالاسانا. خیلی خوبه.
فرم پاها رو حفظ بکنید. یکی از دستا رو دورترین جایی که میشه پهلو به زمین برسونید و دست دیگر رو بکشید در همین راستا به سمت بالا و عقب. سینه رو باز کنید و سعی کنید فرم زانوها تغییر نکنه. پاها کاملا از هم دور باشه. بکشید. سینه باز. نگه دارید. مالاسانا. و حالا سمت دیگه. تنفس آروم و عمیق. قفسه سینه باز. زانوها از هم دور. یه نفس دیگه بمون و دوباره برگرد به مالاسانا. خیلی خوب. پاها رو به هم نزدیک کنید. دوباره خودتون رو بغل کنید. استراحت کنید. بیاید روی دو زانو و روی دو زانو بایستید. بین زانوها به اندازه عرض شونه فاصله باشه. دستا رو پشتتون قلاب کنید. قلاب دست رو بکشید به سمت پایین. دوستانی که دستاشون پشت به هم نمیرسه برای قلاب کردن میتونن از بند استفاده کنن. حالا لگن و رانها رو ثابت نگه دارید. قفسه سینه رو باز کنید. همچنین کمی به عقب. چانه رو بکشید بالا. سینه باز. شونه عقب. جلوی بدن رو بکشید. خب قلاب دست رو باز کنید. مشت کنید و مشتاتون رو بذارید اینور و اونور ستون فقرات. هر چقدر میتونید بیارید بالاتر بهتر. روی مهره‌ها قرار نمیدیم. روی عضلات پشت قرار میدیم. این هر دو دستی که اینور ستون مهره که اونور. هر چقدر بتونید بیارید بالاتر خمش بیشتری رو تجربه میکنید تو قسمت وسطی سینه. خب همون کشش قبلی با حفظ موقعیت لگن و پاها ایجاد میشه. مشتتون رو فشار بدین. سینه رو باز کنین. قفسه سینه رو بکشین. خوبه. برگردین. بنشینین. و برید به چایلد پوز. وضعیت کودک. رانها به هم نزدیکه. پشت دست ها کنار لگن روی زمین و پیشونی رو نزدیک میکنیم
یا میرسونیم به زمین. بالاسانا، چایلد پوز. خوبه. بیایید به وضعیت 4 دست و پا و پای چپ رو بیارید جلو، انگشتاش رو از جلوی زانوی دیگه رد کنید. توجه کنید پاشنه پاهاتون تقریبا توی یه خط هست. حالا پای پشتی رو میکشیم میبریم عقب و تا میشه لگن رو به زمین نزدیک میکنیم. بعضی از ما ممکنه امروز روی رانمون به زمین نرسه و لگن به زمین نرسه. شما اگر در این شرایط هستین کوسن میتونید استفاده کنید، بذارید زیر لگنتون کاملا یه کوسن، یا اینکه اگه از آجر یوگا استفاده میکنید آجر یوگا رو بذارید زیر ران پایی که خم شده و لگنتون رو صاف نگه دارید. خب هر جایی که هستین کشش رو احساس کنید، سعی کنید دائما لگنتون رو صاف نگه دارید، نذارین بچرخه بپیچه. سینه رو باز و کشش رو افزایش بدین. دوستانی که کاملا لگنشون اومد قرار گرفت، ران پشتی کاملا روی زمین قرار گرفت، کم کم با کمک دستان میرین به سمت جلو. اگه شد آرنجتون رو میذارین روی زمین. شاید تونستین دستا رو کامل بکشین جلو و سینه رو هم بذارین روی زمین، پیشانی رو هم بذارین روی زمین. خواهیم برگردیم. کم کم دستا رو برگردونید جایی که بود، پای پشتی رو ببرید رو پنجه، لگن رو بکشید جلو، پای جلویی رو آزاد کنید. کشش انجام میدیم اینجا با دم پشت و قوس میدیم، با باز دم پشت و گرد میکنیم و بعد برمیگردیم به وسط. پای دیگر رو میاریم جلو، انگشتا رو رد میکنیم از جلوی زانوی دیگه، پاشنه ها رو جوری قرار میدیم که توی یه خط باشن و پای دیگر رو میبریم عقب و هر کاری اون سمت کردیم این سمت هم تکمیل میکنیم و انجام میدیم. اگر لگن نمیرسه یا کامل لگن رو میذارید روی کوسن یا آجر میذارید زیر پایی که جلو هست، خم هست و اینجا میمونید. تمرکزتون رو میذارید روی کشش و صاف نگه داشتن لگن. اگر احتیاجی به آجر یا کوسن نداشتین و لگنتون کاملا رسیده بود به زمین، میرید ساعد رو میذارید روی زمین و یا کامل بدن رو میکشید به سمت جلو، استراحت میکنید. خب تمرین مشاهده گری رو اینجا هم داشته باشین لطفاً. احساساتی که ایجاد میشه، افکاری که میاد، ببینید چه خبره در این فضای ذهنی که متعلق هست به شما و با تغییراتی که به فرم‌های بدنتون میدین ممکنه که نوساناتی هم در فضای ذهنی یا احساسیتون تجربه بکنید. ببینیدشون، نفس بکشید، در آرامش مشاهده کنید.
و کم کم برمیگردیم. دوباره تو همین فرم به بدن کشش میدیم. با دم ستون مهره ها رو قوس میدیم. با بازدم پشت رو گرد میکنیم و اون تیلت یا چرخش لگن که تو وضعیت نشسته خدمتتون گفتم اینجا هم اعمال کنید. دنبالچه به سمت پایین، به سمت بالا، چرخش لگن به سمت جلو، به سمت عقب و در امتدادش ستون مهره ها کامل از پایین تا مهره های گردن کشش رو احساس کنه. خیلی خوب. برگردید به وضعیت طبیعی ستون فقراتتون. بفرمایید بنشینید. در هر فرمی که راحت هستید بنشینید. چند لحظه چشما رو ببندید. نفس بکشید. تاثیر تمرینات رو ببینید. به جریان انرژی که در بدنتون جاری شده توجه کنید. و بعد به پشت دراز بکشید. کف پاها رو میذاریم روی زمین. پاها به اندازه عرض شونه ها یا کمی بیشتر بازه. زانوها رو به هم تکیه میدیم. یکی از دستا رو بذارید روی نافتون، دست دیگه کمی بالاتر. بعد آسوده نفس بکشید. بدون اینکه بخواید تنفستون رو کنترل کنید. حرکت شکمتون زیر دستتون رو موقع دم و بازدم احساس کنید. خوبه؟ حالا آجر یوگا اگه دارید لگن رو کمی بلند میکنیم و آجر رو میذاریم زیر استخوان ساکروم. استخوان ساکروم یک استخوان مثلثی شکل هست که لگن رو به مهره های کمری ما وصل میکنه. پس اگر آجر گذاشتید زیر لگنتون لطفاً توجه کنید که مهره های کمرتون روش نباشه. استخوان ساکروم روش قرار گرفت. حالا یکی از پاها رو رها کنید. آجرتون رو میتونید با دستتون بگیرین یا دستا رو رها. یکی از پاها رو کاملا شل کنید. کشش رو قسمت جلویی لگن، اون سمتی که پا آزاد شده احساس کنید. عوض کنید. پای دیگه. کشش رو اینجا احساس کنید. اونایی که براشون تمرین خیلی راحته هر دو تا پا رو آزاد کنن.
ریلکس. جلوی بدنتون رو بکشید. خوبه، پاها رو برگردونید، آجر رو خارج کنید، لگن رو بذارید روی زمین و مچ پاتون رو بندازید روی ران، کمی پایین تر از زانو. زانوها رو از خودتون دور کنید و حالا میخوایم اینجا یه پیچ به بدنمون بدیم. این پا میره به سمت زمین، انگار که کف پاتون رو میخواید بذارید روی زمین. دستاتون رو میتونید دو طرف باز کنید. توی این پیچ ملایم و خوشایند تنفس کنید، آرام و عمیق. سینه باز، هر دو تا کتفاتون رو زمین سعی کنید نگه دارید. برمیگردیم و جای پا رو عوض میکنیم. ابتدا مچ پا رو بندازید روی پای دیگه و زانوها رو از خودتون تا میشه دور نگه دارید، یعنی اجازه نمیدید پا بیاد به سمت جلو. زانو رو کاملا دور نگه میدارید. مستقر که شدید در وضعیت، حالا پیچ. برگردید وسط. پاها رو بیارید توی شکم. در آغوش بگیرید پاهاتون رو. کمی حرکت بدید به راست و چپ، مثل یک گهواره. پشت بدنتون رو روی زمین ماساژ بدین. خیلی ملایم حرکت کنید. خوبه. وسط قرار بگیرید. کف پا رو بذارید روی زمین. پاها رو سر بدید. دستا رو رها کنید. پشت دستاتون رو بذارید روی زمین. کاملا انگشتای دستا و پاها رو شل کنید. پس سرتون روی زمین هست. قوس گردنتون طبیعی هست. یه دم و بازدم آروم و عمیق و بعد نفسها رو هم مثل بدنمون رها میکنید. عضلات رو در پاهاتون شلتر کنید، رهاتر کنید و از انگشتای پا تا پاشنه پا ریلکس تر و راحت تر باشید. توجه کنید به مچ پاهاتون، شل کنید. ساق پاها ریلکس. زانوها ریلکس. رانها
آرام و آسوده از انگشتای پاها تا لگن، هر دو پا ریلکس. پاها رو شل کنید، وزن پاها رو بسپرید به جاذبه زمین. به تماس ناحیه لگنتون و عضلات باسنتون با زمین توجه کنید. لگن رو رها کنید. ریلکس. وزن لگن و ارگان‌های درون لگن رو بسپارید به زمین. بالا تنه رو روی زمین حس کنید. نقاط تماس پشت تنه و پشت دست ها. وزن بالا تنه و ارگان‌های درون شکم و درون قفسه سینه رو به زمین بسپارید. انبساط و آرامش رو در قفسه سینه احساس کنید. شونه ها و دست ها رو به زمین بسپارید. هر دو دست از انگشت ها تا مچ دست ها و از مچ دست ها تا سرشانه ها ریلکس. نقاط تماس دست با زمین حس بشه و وزن دست ها سپرده بشه به جاذبه زمین. شانه ها و کتف ها ریلکس. گردن ریلکس. سر و صورت ریلکس. پس سرتون رو روی زمین احساس کنید. فاصله بین کتف‌ها تا پس سر، تمام انحنای پشت گردنتون رو احساس کنید. و دوباره توجهتون رو بدین به پس سر. رها کنید. عضلات چهره رو شل کنید. فک پایین رو آزاد بذارید. گونه هاتون رو حس کنید که سبک هست. ابروهاتون رو احساس کنید که سبک هست. فضای بین دو ابرو ریلکس. پیشانی، شقیقه ها ریلکس. درون کاسه سر
ریلکس. خط بین دو گوش در مرکز جمجمه ریلکس. تاج سر تا پس سر ریلکس. پس سر رو روی زمین احساس کنید. سر رو به زمین بسپارید. از تماس پس سر با زمین آگاه باشید. توجه کنید به کل بدن و کل نقاط تماس بدنتون با زمین. با بازدم بعدی نقاط تماس رو بیشتر بسپارید به زمین. کل بدن رو رها کنید. و استراحت کنید. استراحت کنید. کم کم تمرین رو خاتمه میدیم. به انگشتای پاها و انگشتای دستها و سر و گردن حرکت بدید. بدنتون رو با یک کشش ملایم بیدار کنید. زانوها و آرنجا رو خم کنید. به پهلو قرار بگیرید و با چشم‌های بسته بفرمایید بنشینید. لبخند بزنید. چشم‌ها رو باز کنید. نماسته.